تطبیق هدف‌های برنامه رشد صنعت داروسازی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و اجرای دیگر تدبیرهای صحوی امکان فراهم آورده است که استادان فاکولته فارماسیفتی دانشگاه ملی تاجیکستان نسبت دستاوردهای نظررس علمی استحصالی نایل گردند. همین است که فعلا کارمندان فاکولته توانستند برای اختراعات و نوآوری‌های علمی صاحب پتنت و سرتیفیکات‌های سطح جمهوری و بین‌المللی گردند. همایش علمی عملی جبهه‌های بیوفارماسیفتی، تهیه مواد داروواری، رهبری دانشگاه ملی تاجیکستان، آموزگاران فاکولته فارماسیفتی و دیگر دانندگان ساحه داروسازی و شرکت‌های استحصال کننده مواد داروواری وطنی را به هم آورد. ذکر رفت که همایش علمی با تشبث کافدرای تکنولوژی فارماسیفتی و فارماکولوژی فاکولته فارماسیفتی راه اندازی شده، هدف‌های را پیگیری می‌نماید که بابت عملی سازی نقشه‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سال‌های 2020-2040 و نقشه دورنمای کارهای علمی تحقیقاتی کافدرای تکنولوژی فارماسیفتی و فارماکولوژی برای سال‌های 2020-2025 روانه شده است. در فاکولته فارماسیفتی دانشگاه ملی تاجیکستان طبق نقشه چرابینی‌های دانشگاه کنفرانسیای علمی و عملی بین المللی در موضوع جبهه‌های بیوفارماسیفتی تهیه مواد داروواری برگزار گردید که در آن عالمان و محققان وطنی و خارجی از جمله از فدراسیون روسیه، از بلاروسیه، اوکراین، ازبکستان و دیگر دولت‌ها فشرده و مقاله‌های علمی خود را در کنفرانس پیشنهاد کردند که زیاده از 70 مقاله‌های علمی مبرم ساحه فارماسی می باشد. اینچنین در کار کنفرانس امروزه از طرف شرکت‌های داروسازی وطنی و خارجی موادهای داروواری نمایش گذاشته شده است که این برای تطبیق علم به عملیه شرایط مساعد فراهم می‌آورد. تاکید گردید که ساحه تندرستی مخصوصاً مسائل عمده ساحه داروسازی و هدف‌های در پیش گذاشته دولت و حکومت مملکت برای بواسطه تا با سطح استحصالات آماده نمودن متخصصان صنعت داروسازی در فاکولته فارماسیفتی دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاص‌های با صنعت نگرانیده شده تکنولوژی صنعت دارو، تکنولوژی مواد عطاری آرایشی و داروسازی عمل می‌کنند که در زمینه دو کافدرای تخصصی آن متخصصان با ملکه به طلبات زمان جوابگو آماده کرده می شوند. در همایش علمی عملی جبهه‌های بیوفارماسیفتی تهیه مواد داروواری تمایل و سمت‌های افضلیتناک ساحه داروسازی در مملکت نتیجه گیری کرده شده برای رشد فعالیت من بعد این ساحه افضلیتناک تکلیف‌های علما اساسناک پیشنهاد کرده شد.